السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز و گرامی، انشاءالله که امروز با یاری پروردگار میخواهم برای شما بینندگان یک شیرینی را آماده بکنم که نام این شیرینی ما جلبی می باشد. شما بیننده برنامه ما باشید، آبونه شدن فراموش نکنید. دوستان عزیز، با یار و رفیقاتان روان کنید نوارهای ما را. انشاءالله که من شروع میکنم اول از شربت همین جلبی. شربتی را آماده میکنیم. شربت ما عبارت می باشد از آب، شکر، لیمون، بعد زعفران. اینا بسم الله گفته ما اول آب داریم. 3 استکان آب است. استکان ما 200 گرمه هستند. مثلا 600 میلی لیتر آب بگیرین. اینا بسم الله شروع میکنیم. اول آب را در داخل ظرف میریزیم. استکان اول شکی ریختیم در داخل ظرف. این دومش است. نه سومش. 600 میلی لیتر آب است. بعد از 600 میلی لیتر آب را انداختن چیکار میکنیم؟ 750 گرم شکر داریم که این هم استکانای 250 گرمه شکر می باشد. دومش. این استکان سومش هم همراه کردیم. 750 گرم شکر بود. اینا ببینید که یک چند دانه زعفران است، به خاطر رنگ میره سه رنگ کردن است. اگر شما از زعفران که نداشتین میتونین که رنگ زرد استفاده کنید. اینا باز ما درجه از این هل داریم یک چند دانه، به خاطر خوشبو کردنش است. شما که نداشتین میتونین که از ونیلین استفاده کنید. اینا لیمون داریم. لیمون هم یک سه بگیم که تلیم شه. اینا لیمون دونم به این ترتیب قطعی. اینا حال میگذاریم که شربت ما جوش بخوره. بینندگان گرامی، ببینید که هم شربتی که آماده کردیم 35 دقیقه در بالای آتش گذاشتیم، در بالای گرمی که اینا جوش خورده رئیس. اینا چیکار میکنیم؟ حاضر در ظرف جداگانه میگیریم. این در ظرف جداگانه میگیریم که شربت ما یک جا بیستد و خنک شود، که تا که ما چیکار کنیم؟ خمیر جلبی را آماده بکنیم. اینا به همین ترتیب. بینندگان گرامی، شربتی که آماده کرده بودیم، شربت ما سرد شده است. حالا شروع میکنیم خمیر جلبی را آماده کردنشه. خمیر جلبی ما یک استکان آب داریم. 250 میلی لیتر آب است. اگر شما با استکان میگرفتین یک استکان. یک قاشقچه دراج داریم، خمیر مایه، یعنی که 5 گرم میشود. این را همراه کردیم. حالا بعد تماشابینان گرامی، اینا چی داریم؟ شکر 5 گرم میگه شکر است. حال منتظر میشیم که یک کمی همین دراج ما خودش پدیام بده یک ذره بگم. حال دراج ما آماده شده است. من در اینجا 300 گرم آرد دارم. میبینیم که چقدرش به ما لازم میشود. باز من برای شما میگم که چند قدر آرد انداختیم در داخل همین ظرفی که داریم. بسم الله. اینا غفصی همین خمیر ما اینقدر باید باشد، زیادی بدم غفص نباشه. 215 گرم آرد رفت. من چون 300 گرم گرفتگی بودم، اینا باز 85 گرم گشتم. یک طرف میمونیم.
دیگر لازم نمیشود اور. ما یک 70 گرم جلغات داریم، ایرم اومیخته میکنیم. ده گرم روغن هست، ایرم همراه میکنیم. بعد بینندگان گرامی، من رنگ زرد درجه دارم. یک کم رنگ زرد، یک چند قطره رنگ زرد بگیم که به خاطر رنگش خوب آمدن رنگ اضافه میکنم. بینندگان گرامی، خمیر آماده است. فقط ایره در بالاش یک ترتیب قطع میمونیم. 10 دقیقه دم میخوره. تا دم خوردن ایره ما چیکار میکنیم؟ روغن مونه آماده میکنیم. اینا ببینین که من حالا چیکار میکنیم؟ روغن را میریزیم در همین سکواراتمون. روغن بس است. فقط من یک چیز را میخوام یادآوری کنم برای شما بینندگان. همین جلبی که ما آماده میکنیم بوتلش همی است، چیزی که مثلا با همین قطعی که بریزیم مثلا را تابتیم. حالا من چیکار میکنم؟ چون که مثلا میشه کسایی که در خانهشون نداشته باشن همین بقلشکای عادی بگیم بوتل عادی را من با میخ سوراخ میکنم، میره باز برای شما نشان میدهم. بینندگان گرامی، اینا ببینید که من اون بوتلی که گفته بودم من بقلشکا را اینا سوراخ کردم. حال خمیر ما دم خورده است. این همین اندازه است. اینا خمیر دم خورده است. چیکار میکنیم؟ از خمیر میگیریم در بوتلامون. این خمیر مون در هر دو بوتلا گرفتیم. حالا چیکار میکنیم؟ روغن ما گرم شده است. روغن ما زیادی باید گرم نباشد، زیاد داغ نباشد که خمیر ما ملایم میشود. حالا من برای شما نشان میدهم. شربت را در یک طرف میگذاریم. این اگر شما از این هم که نداشتین میتونین که از این بوتل عادی هم استفاده کنین. من اول از این شروع میکنم. این هم بوتل اصلیش. بسم الله. این باز با بوتل عادی. اینا به همین ترتیب میریزیم در داخل روغن. منتظر میشیم که یک طرفش کمتر سرخ میشه، با طرف دیگرش میگردونیم. این یک طرف زرچه شده است، باز زیرا اون طرفش میگردونیم. اینا میخواد ببینین. این جلبی آماده شده است. این رو میگیریم از روغن در داخل شربت. این از داخل شربت انداختیم. تا دیگریش گرفتن اینها در داخل شربت میستن تا که خوب به خودشون قنداب بگیرن. قنداب من اگر سرد که هست خوب است، به خاطر که اینا تو ملایم نمیشن، شخ میستن. اگر قنداب من گرم باشد این جلبی که آماده کردیم هیچ کار میکنه خودش نرم میکنه. اینا به همین ترتیب همه ایره پخته میکنیم. اینا باز دوباره بینندگان گرامی، این همون جلبیه که از اول این رو برای شما آماده کردنش نشون داده بودیم. این حال آماده شده است. کلش مثلا پختیم خلاص کردیم در روغن. ولی برای شما من یکیشو میشکنم نشان میدم که داخلش چه خیلی است، مثلا قنداب دارد یا که ندارد. اینا ببینید داخلشان پوری قنداب است، سیراب. اینا دوستان گرامی
نوار ما را به دوستاتان روان کنین. آبونه شدن فراموش نکنین. باز انشالله در نوارهای بعدی کوشش میکنیم که با دیگه نمود شیرینی ها را و دیگه نمود پخت و پز ها را برای شما نشان بدهیم. الله یار و مددگار همه ما و شما باشد. تا نوارهای بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.